بخشاینده مهربان. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. البته سوره انشراح که یکی سوره 94 قرآن بوده، مکه مکرمه نازل شده، از 8 آیت انشاءالله عبارت این سوره. یعنی درباره انشاءالله خرسندی رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره نازل شده. این سوره مفسران گفتن دوام سوره ضحی که خدای تعالی برای چی رسول خود قدر و قیمت مقام و درجهش الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ در این سوره یا انشاءالله ضحی بیان کرد. و در این سوره دوام همون انشاءالله خدا خواهد چیه؟ یعنی خرسندی رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر محمد علیه السلام. این سوره مبارکه با عالی بودنی قد و بلند بودنی درجه رسول الله صلی الله علیه وسلم این سوره انشاءالله خدا خود بیان میکند. و این دوام این سوره غلبه بر مشرکان که اون حضرت مومنان را آزار میدادن تأکید خوشخبری میته انشاءالله خدا خواهد. چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تا انشاءالله اهل ایمان دارا قوه گرفتن، بسیار کافرها چکار میکردن؟ یعنی مؤمنان را آزار میدادن. در این هم خوشخبر در این آیت میارد خدا خواهد. ختم این سوره باشد انشاءالله یادرس میکنه که غلبه اسلام را انشاءالله خدا خواهد چی؟ درباره عبادت طاعت انشاءالله شکرانه الله تعالی فارغ شدن انشاءالله خوش خبر میدهد. یکی آیه خدا خواهد اولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم نشرح لك صدرک، آیا نگشادیم برای تو سینه‌ات را. الله سبحانه و تعالی بیان میکند که آیا ای محمد ما نگشادیم برای تو سینه‌ت، یعنی قلبت را مگشادیم. چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 مراتبه انشاءالله دلشو جراحیش دیگه رسول الله صلی الله علیه وسلم. یک مراتبه سینی 4 ساله بودن انشاءالله قصه بیان میکنیم. خب پیامبر صلی الله علیه وسلم چون که در نزد حلیمه مادرش انشاءالله خدا خواهد که مادری شیرخورگی حساب میشود، همون حلیمه در نزد بودش 4 سالگیشونه رسول الله صلی الله علیه وسلم دل مبارک شد چی امروز با گفتی سلون اپراسیش دیگه جراحی سلام مادرشو حلیمه گفتن که اجازتین من به همین انشاءالله فرزندکا شما یک صحرا روم. لیکن حلیمه انشاءالله مادرشو بسیار انشاءالله خدا خواهد غمخوار بودن، چون که رسول الله امانت بود نزد چی حلیمه انشاءالله خدا خواهد مادرشو نمیخواست که یک لحظه جدا شود و آزار انشاءالله آسیب بر رسول الله رسول. که ناچار شد میگن پیامبر صلی الله علیه وسلم خدا خواهد لباسای خوب پوشوند انشاءالله سراشون روغن کردن و گفتن باز تأکید به تأکید کردن بچه‌هاش که کاری کردن محمد احتیاط کنه. وقتی که میگه رسول الله رفتن میگه بازی کردن ایستادن، یک باره میگه یعنی دوتا انشاءالله فرشته حضرت جبرائیل و میکائیل اومدن میگه به صورت یک پرنده ها انشاءالله خدا خواهد اومدن میگن گفتن این محمده احاذا محمدون گفت احاذا محمدون. پیامبر صلی الله علیه و سلم گریختند نکی اومدن اتای کشم خیل گرفتن بالای صحن نخوشو کردن و چکا کردن دل مبارک شک شده، یعنی آب آوردند شوفتند دل مبارک شده تازه کردن با موندن خیلی سیله کردن با در جاش انشاءالله قرار گرفت اومد رفتن. وقتی که حادثه می دیدن یعنی فرزندای حلیمه میگه بیسرم جون دیده اومدن نزد مادر گفتن و محمد یک آسیبی رسید. میگه من چنان دویدم میگه که با شوهرم و میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه بالای سنگشتگی و طرفی آسمان تبسم دارد. در کنون بچه جان چی شد؟ بعد واقعه را گفته داد میگه سبب جراحی رسول الله صلی الله علیه وسلم
برای ما و شما الله سبحانه و تعالی همین شیطانی ملعونی مرجومی مردود راه کرده دادگیه. چونکه شیطان به طفیل آدم رانده شد، سه مقصد از خدا پرسید، خدا دادش. یکم گفت من گفت از چشم آدم ها غایب میگردانی که من نبینن که آزار میتین. دیم رگی خونی آدم ها را برای من ره کرده میتی. سیم گفت تا قیامت عمر ما دراز میکنی، من لشکر جمع میکنم برای دوزخ. خلاص کلام که الله سبحانه و تعالی همون سه مقصد شد دادگی بود. انشاءالله همون نصیبه که شیطان که در قلبای ما شما که انشاءالله وسواس میکند، استعیذ بالله وسواس الخناس گفتگی یعنی دیو از خدا خواهد انشاءالله که در قلب ما جاگیر میشود. دانش کشودگی از سوره خدا خواهد انشاءالله، یعنی فلق ناس. این آیت ما پیشتر تفسیر کردم دیم خدا خواهد برای شما. وقتی که همون نصیبه شیطان میگه گفته پرت افتن، پیغمبر صلی الله علیه وسلم شیطان هم خیلی میدیدن ما و شماری. لیکن ما چه در دل رگی خینی ما و شما ره گذر کرده. وقتی که در قلب ما اگر از ذکر موندیم، در قلب ما که جاگیر که میشود در رگی خونی ما چکار میکنند؟ ما و شما را وسواس میکنند. بچی با گناه وسواس میکنند. هر باری که الله یاد کردیم میگریزد. خدا میگه که آیا میگه ما قلبی تره میگه یا رسول الله بچی با ایمان با قرآن انشاءالله خدا خواهد پر کردیم. چون انشاءالله اگر قرآن انشاءالله خدا خواهد ایمان اگر در قلب ما و شما جایگیر شود، انشاءالله شیطان دیگر راه نمیابد. چون که میگن که کسی ایمانش بخواد شود انشاءالله به خدا نزدیک میشود، از گناه دور میشود. چقدر شیطان غالب شود ما با گناه نزدیک. خدا میگه ما ای محمد دلت را پر نکردیم با نور ایمان و قرآن کتی و دلت را نکشودیم در کودکیت، تازش نکردیم دلت را. خوش خبر با محمد صلی الله علیه وسلم ای که ما شما را خوش خبر میتیم میگیم ایماندار شو، خدا خواهد ایمان تا دائم ذریعت شو بخواد کن، راه خدا خواهد شیطان نمیگیری، البته راه رحمان نمیگیری. چقدر اگر راه شیطان نگیری ای راه رحمان دور شدن میگیری. خیلی ملعون چی است خدا خواهد انشاءالله، یعنی چی است برای ما شما دشمن است. استعیذ بالله و وضعنا عنک وزرک، ما فرو آورده میگه از تو باری میگه، یعنی چی وزنی نه ایت گرفته پرت افته. ببینید الذی انقض ظهرک، خدا میگه کی یعنی کی من کرده بود پشتی تره. پشتی تره کی من کرد؟ در این میگه شرح آیت 2-3 مفسران میگن شکران فکر خداشو میگن که گفتن که همه ای که میگه آنها آوردن میگه و امکان بیرون است. خدای تعالی چنان قدرت دارد انشاءالله، خدا چنان قادری دارد که از قلب ما و شما خدا خواهد انشاءالله چقدر انشاءالله چیزا را دور میکند. با واسطه چی؟ ایمان انشاءالله خدا خواهد. با واسطه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که در قلب جاگیر شد انشاءالله نقش گرفت که ایمان از ظرفش خدا خواهد چی همین انشاءالله دل ما و شما از ظرفش. میگه چقدر ما و شما میگه در این میگه آغاز پیغمبر نوشه میگه وحی میگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بسیار سخت و وزمین میگذشت. مفسرین وقتی که انشاءالله خودش قبول کردن انشاءالله خدا خواهد قرآن با محمد بسیار دشوار میگذشت، که محمد نمیدونست آیندهش چی میشود. میترسید وقتی که حضرت جبرائیل بانگش میشنید. حضرت جبرائیل انشاءالله خطابش میکرد. حتی که در قبول کردن این سوره اقرا 3 مراتبه حضرت جبرائیل محمد انشاءالله چنان پخش کرده. اقرا گفتش، گفتن که من نمیدونم گفت چی بخونم، انا لیس بقارئ، من خواننده نیستم. میگه یک بار قشاقش کرد، میگه جبرائیل السلام یک سرش داد، گفت که با اقرا بخون. گفت من نمیدونم چی خونده، نمیتونم، من عامی آدم هستم. و یک بار دیگر پخش کرد، میگه جفیدش در قفس سینه‌اش حضرت جبرائیل زیرش کرد، با یک سرش داد. با گفت اقرا، گفت بخون. گفت آقا من نمیدونم گفت سر چیز نمیدونم. 3 بار چنان پخش کرد که نزدیک بود که ایوش برم. میگه دادم سرش دادو سوره اقرا 5 آیت خون. قبول کردنی وحی الهی بسیار دشوار بود.
حتی بینه که وقتی که اگر وحی الهی می اومد پیشونه پیامبر صلی الله علیه و سلم عرق زیر میکرد، چهرش که سرخ میشید، صحابه خاموش میشن، میگن از یک خدا خواهد ذریعت گفته شده از جانب خدا انشاءالله وحی اومده شده. چنان دشوار بسیار مونده میشدن. این قبول کردن خدا خواهد سخنهای خدا برای محمد آسان گذشتگی نیست، بسیار انشاءالله خدا خواهد دشوار میگذشت، لیکن چیکار میکرد؟ صبر میکرد. حتی اینکه میگه وقتی که آیت نوشید دقیقا میگه خونش اومد، حضرت خدا خواهد خدیجه مادر بود که بهترین زن بودن که انشاءالله خدا خواهد تمامی فعالیت حیاتش خدا خواهد در خدمت محمد گذشت، بهترین زن. گفت خدیجه دست رونی من کلپند پیچلک گفت که لرزه دیلم گفت بمونم، کلپند پیچلکش کرد تا که قلبی محمد آرام گیره. گفت محمد جان چی شد؟ گفت اخت چیکار کردی؟ گفت همین خیال. گفت یک شخص اومد من بام. گفت هیچ دیوانه نمیشه. گفت همین قدر خصلت‌های خوب داری، رفتار گفت نترس. گفت همین گفت سفر بیاید، گفت من خبر ته. گفت شتگی بودن که یک باره حضرت جبرائیل اومد، میگه خدیجه مادم و لنگی رومال سرش گرفتادن که میگه غایب زد. گفتی گجا شد؟ گفت که نیست. با پوشونم گفتن اگر وی جین می بود نمیگریخت. این دیمک چیزی خوبه که از یعنی وقتی که سر ممالیش کردم گریخت. بینیم بعد پیش ورقه پیامبر اسلام گرفته بردن. ورقه یعنی امک شو بود، تورات و انجیل از یاد میدونیست. گفتن ای گفت امک. گفتن همین محمد میگه که جبرائیل کی باشه؟ میگه این جبرائیل میگه پیشینا موسی عیسی نمی اومدین، این فرشته وحی الهیه. دیمک خدیجه گفت همین محمد همین گفت پیغمبر میشود. میگه در تورات انجیل از گفت حالی بسیار سرینده مشقت ها می آید، حالی نه اینجا بدرگش میکنن، از مکه به مدینه کوچیده میروه. کاش که یک من زنده می بودم و در او دار محمد یادم میکرد. لیکن افسوس که بعد اندک وقتا ورقه رضی الله تعالی عنه از دنیا خدا خواهد سفر کردن. حتی در کتاب تورات و انجیل گفت خوشخبری این آزاری که محمد علی میکشه برای دین، چقدر آزارها کشیدن الحمدلله. بینید لیکن این دین برای ما و شما خدا خواهد مکمل پرده رساندن انشاءالله. خدا خواهد چی مشقت ها، چی انشاءالله خدا خواهد عذاب ها که تی خدا خواهد انشاءالله این دین برای ما شما کامل کردن. خدا این خوش خبرها را میتیه پیامبر صلی الله علیه و سلم. خدا خواهد دامی آید وسیع است. خدا فرصت یاد شبیه دیگر با شما عزیزان انشاءالله هم صحبت میشیم. البته انشاءالله ما هم محمد صلی الله علیه و سلم دوست داریم. دوست داشتن ما بچی است و سنتاش زنده کردن و صلوات گفتن انشاءالله. خدا خواهد هر لحظه هر دقیقه انشاءالله از خدا رحمت فرستیم برای محمد صلی الله علیه و سلم. چون که وی های امروز در صحبت هم حضرت گفتن در جنت البقیه که من آرزوی گفتن امتای آخر زمان نمیخوام. شما خوش خبرها شنیدین، شما گفتن انشاءالله صحابه ها این معجزه ها را میبینین، قبول میکنین که در آخری زمان امتای محمد میاد، امتای من میاد که من ندیده ایمان میاد، من ندیده در عشق من خدا خواهد میسوزه انشاءالله. خدا خواهد البته محمد که فقط امت گفت ما هم که امتا خدا خواهد انشاءالله البته تشنه خدا خواهد دیدار الله باشیم، تشنه دیدار محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. دائم در دعا کنیم الله بر رحمتش برد، شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله روز قیامت ما شما را برخوردار گردوند. روز قیامت البته انشاءالله محمد انتظاری من شماست. خدا خواهد انشاءالله حتی انتظاریش تو همین درجه است که مثل که یک بچه یکای ما شما در شهرهای روس است، 1 سال و 2 سال نمیاد، چی به انتظاری. خدا خواهد در فرودگاه بگیم که در خانه ها انشاءالله انتظار رای پای و یاد میپاییم، همچنان محمد صلی الله علیه وسلم امتهاش میپایست است. بی سلام جون انشاءالله. بینید چنان پیغمبر داریم
چنان غمخوار انشاءالله محمد صلی الله علیه وسلم داریم که همیشه حتی گفت من اگر یک تا امتم در دوزخ باشم من راضی نیستم. یگان امتا یگان پیغمبرها این کار کرگی نیست. همه پیغمبرها وا نفسی میگن، لیکن محمد وا امتی وقتی رستاخی شود آغاز امتی گفته خیزد. حتی وقتی حساب کتاب هم امت میگفته. وقتی که تو جان دادنش نمیخواد، وقتی سختی جان دید میگه سختی جان محمدی گفت همون سختی ها وجودی من ده که الله، لیکن امت ها من رحم که بینیم. همچنان خدا خواهد انشاءالله پیغمبر داریم، همچنان انشاءالله دلسوز داریم، همچنان انشاءالله ادوکت داریم. خدا خواهد انشاءالله ما شما را هرگز فراموش نمیکند. خدا خواهد مادامی که ما سنتای را بجا بیاریم، مادامی که انشاءالله خدا خواهد طبق شریعتی خدا خواهد چارچوب شریعتی که نشان داد اگر زندگی کنیم انشاءالله نه در این دنیا و نه در آخرت انشاءالله خال میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. پاک و پروردگار در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام، محبت خطه، محبت حبیبت محمد صلی الله علیه وسلم، محبت قرآن، محبت اسلام خدا ناجایگیر بگردانی. در همین دنیا عالمون و قاریان با عمل بگردانی و بر رحمت خودت بری و روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم کل امتای محمدی که در این دنیاست خداوند خودت انشاءالله از شفاعت سزاوار بگردانی. در این دنیا هم و در آخرت هم شرمنده مگردانی، از شر شیطانی ملعونی مرجومی مردود ما را دور بگردانی و به خودت انشاءالله آشنا بگردانی. ثوابش گذشتگان همین اهل جمعیت، همین مسجد آباد که همین دیار نگذشتگان خداوند طریقی رحمت شایسته جنت بگردانی. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک.